بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. در موضوع حق زن بر بالای شوهر چی هست؟ در حقیقت موضوع این که مرد بالای همسر خودش، زن خودش، عائله خودش حق دارد، در این باره شاید بسیار صحبت شدگی باشد، اما زنها در بالای بگیم شوهرهای خودشون یکم حق دارند. در اسلام بگیم که فضیلتی داده شدگی هست برای زنها فضیلتشون آشکار هست در شریعت غرا و بهترین مخلوقی که الله پاک اونها را بگیم یک سوره را به نام همانها گذاشتگی هست، سوره نساء میگن. اما یکم جای قرآن آمدگی نیست از سوره رجال، اینکه سوره نساء آمدگی هست سوره زنها، اما سوره مردها گفته آمدگی نیست. یک از فضیلت زنها خودش آشکار است در شریعت. اما امروز که فکر میکنن بعضی بگیم که دشمنای دین که شریعت حقوق زن پایمال میکرده باشد، این خیلی نیست. اگر کتاب های حدیثی ما را اگر نظر کنن، مثلا مسلمان ها را اگر نظر کنن، اهل اسلام و جماعت را نظر کنن، کتاب ها پر به پر بگیم که حدیث های زیادی هست از فضیلت زنها بالای مردها، فضیلت دادگی هستند در بعضی حالت ها. از جمله نظر کنید که زن در عائله مثلا که شوهرش در خانه شوهرش مانندی بگیم که یک انسانی بسیار به قدر قیمت هست، یعنی که اون در خانه دائم استراحت باید کنند، هم فرزندای خودش قد کار و بار زندگیش بیند و فقط ذکر کنه نماز خودش رو بخواند، خلاص. اون نه فقط باید فکر اندیشه نفقه باید نداشته باشد، اون شوهر خودی اون بگیم نفقه را آماده کرده و آورده چی به اونها میدهد. یعنی که زن همین قدر حقوق بلند دارد در شریعت غراکی در خانه استراحت بکن، تنها به تنها فرزندان خودت را تربیت کن که در آینده در مستقبل نسبت تو ناپسندی نکنن و در قیامت مشکلی خودی تو نشود گفته تربیت کن. میگد تصور کن این حقوق در غیر شریعت در یگان جای افتاده نمی شود. و دیگر در حدیث هایی که بسیار ذکر شدگی هست، از جمله امام ترمذی رحمه الله این حدیث حسن صحیحش میگوید از طریق ابو هریره میگوید که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترین مؤمن ها ایمانشان کی ها هستند؟ با قوت ترین پرترین ایمان ها انسان ها هستند که بهترین اخلاق داشته باشند. و خیارکم لنسائهم، خیر شما خوبترین شما همون نفرها هستند که خوب باشد، خیر باشد به سوی همسرهایش، یعنی که همسرهاش قطعی خوب رفتار کند، چی اگر یک همسر داشته باشد، چی اگر 2 3 یا که تا 4 تا اگر داشته باشد. و در حدیثی که دیگر روایت مسلم هست از حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که بیشک رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که الدنیا متاع، این دنیا یک متاع هست، یک چیز چاره هست که رونده هست و اونقدر قدری ندارد. و همین بهترین متاع دنیا چی است؟ المرأة الصالحه، المرأة الصالحه، زنی صالحه باشد، این بهترین متاع چی است؟ فایده و بگیم که اینه که خوبی زیادی همین دنیا اصلا خودش قدری ندارد، اما یک چیزی به قدری دارد همین دنیا که این زنی که صالحه باشد. یعنی که زن صالح در حقیقت شوهرش دائم از اون راضی هست و فرزندهاش رو به طریقی بگیم که آداب اخلاق خوب تربیت میکند و دائم مرد خوشبخت هست از سببی زنش کرده. و در حقیقت بعضی حالتهای میشد که بعضی خواهرها و اپاها و بعضی مادرها همین خیل اخلاقهاشون شاید که خطا باشد و با مثلا هم شوهرهای خودشون توقی نمیگیرند در بعضی مسئله ها، یعنی که مسئله غیر شرعی ده کرده، حیاتی عادی ده. این حالت ده باید شوهر خیلی با صبر باشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه که یعنی که لا یفرک مؤمن مؤمنتا، غضب نکند. باید مثلا که غضب بالای مؤمن، یعنی که زنکه مسلمان باید نباشد. اگر بعد دیدی میگه بعضی از همون خلق همون و دیگرش چی دوست می‌دارد، مرادش چی است؟ یعنی که شاید که یک اخلاقی دارد که اون به تو موافق نیست، اما دیگر اخلاقی دارد که الحمدلله مثلا که خوب هستند و بهترین هستند که در دیگر زنها شاید یافته نمی شود. گاهی می شود که یک مثلا که زنی دارد برادری، اون
اخلاقش بعضی اخلاق‌های داره که در اون بگیم که او قدر پسندیده نیست، اما دیگر اخلاقای خوبی که دارد اون نظر نمیکنه. دیگر اون زنکه بگیم که بسیار با صبر هست و با تقوا هست و مثلا که شاید که در تربیه و اخلاق فرزنداش با اهمیت است و این چیزهاش اهمیت نمیده. یک کمی اگر اخلاقی یک کمی خطاگی های داشته باشه همون در نظر گرفته همون تحقیر میکند و لطکوب میکند. این جایز نیست. از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله من کرده که هست. وقتی اگر از حد اندازه گذراندن باید که جوگه جدا کردن به کار است و نصیحت کردن در کار است و دعوت و بگیم که ارشاد کردن به کار است. بالاخره که اگر از حد اندازه گذشته رفت در این حالت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگه اگر زدید اونها را از زدن نکنید که اونها چی کند مثلا دردناک باشد که اون بگیم یک اونجاش کبود شود و دیگر این چیزها را ظلم ها را نکنید. میگه اگر کرد انسان این ظلم را میدارد چون که هست جایز نیست از این کارها. و دیگر که هست در موضوع این که خاصتا گفتن هستیم بعضی خانواده ها بسیار میشنویم در این روزها شکایت ها بسیار میشوند، چه از نزدیک های ما باشه چه از بگیم که برادرهای دیگر که باشند. تمام برادرهای مسلمان شکایت میکنن که خواهرها وقتی که شوهر میکنن خانواده اون شوهر از دین دور هستن گاهی میشود و گاهی هست که آنها چون دین دور را میگیرن نمازخوان هستن شاید بعضی هاش، اما میگه که همون دختر را همون خواهر که شوهر کرده میراد به خانه بگیم که شوهرش دیگر از این طرف که خسرش از این طرف خشتامانش از این طرف بگیم هیورهاش و قیسنگلهاش و دیگرها که هست اون هم چون یک غلام زن قبول دارن در بالا اون ظلم میکنن و ناپسندی میکنن. یک چیز گفتنی نماند که اون وقتی که نفری که شما امانتی اون مرده که بگیم اون پدر مادر اون 18 سال 19 سال اون دختره که بگیم کلان کرد به یک مقصد کلان کرد که مثلا که به آبرو باشم از پشتی او کرده و در قیامت و در دنیا جوابگو نباشم و خوشبختی اونو ببینم گفته شما امروز که اون خانه خودتان میارید و اون همچون یک غلام زن قبول دارید و اون تحقیر میکنید و دیگر که هست در بالا اون ظلم میکنید، هر آینه آگاه باشید که همه اون اهل عائله دوزخی هستند. اون اهل عائله علامت های ظلم علامت های بدبختی طغیانگری در اونها دیده می شود، آنها در دوزخ می خیزند. آگاه باشن اینا. وقتی که دختری مردم امانتی مردم وقتی خانه خود میارید هر آینه باید پدرها مادرها آگاه باشن که اونها یکی از خانواده همونها حساب می رود، دیگر که از اون بیگانه نیست. اون کلنی همون خانه یک نفری همون خانه هست، نباید اینقدر تحقیر کرد. سبحان الله. شما راضی هستید که دختر شما رو ببرن در همون خانه خشتامانش خسرش همین خیلی تحقیر کنن و ظلم کنن؟ راضی نیستید. چرا با دختر مردم و امانتی که شما آوردید اونا بگیم که ظلم میکنید که اون این آرزوها رو نکرده بود؟ هر آینه این درد رو و این رنج رو وقتی که میکشد انسان اون وقتی که دختردار باشد بعد میفهمد. اما بعضی هاش فکر میکنن که ما در بالا این ظلم کنیم و دخترمون در ظلم نباشد، آخه شوهرش بسیار شوهر نغز از خانواده‌اش خوب است. هیچ چیز فراموش کردن با کار نیست است که یعنی که وقتی که اون ظلم میکنه روز قیامت از جمله ظالمین میخیزد. ظالمین اهل دوزخ هستند، از اهل دوزخ هستند. و دیگر که هست اون وقتی که ظلم بسیار بعد بالا اون میارن اون دیگر بسیار چیزها رو از دست میدهد، یکی راحتش رو، یکی عصبی‌هایش رو و دیگر در مریض‌های گوناگون گرفتار میشود، رفته رفته کسلی میشود و اون دیگه که از مشکل همه خانواده میشود. دیگر او فرزندی او بگیم که آینده فرزنددار میشد، فرزندهای اون بگین مادرشون بیمار مثلا که قطعی اونها بگیم عمر میگذراند، یک بیمار میشود و دیگر در آینده بگیم عذابهای زیاد میکشد. اون بگیم همون مادری همون فرزندی بگیم که همون خانواده وقتی که فرزند اونها را زن میتن زنی اونها فرزنددار کشید، فرزندهای همون به حساب میرود. و بعضی دخترهای هستند که در اهل عائلهشون تربیت خوردگی نیستن. این از این طرف مشکلی هست که امروز میشنویم بعضی نفرهای هستند که مثلا پدر مادرهاشون خودشون بگیم یک ظالم هستند یا اینکه یک وظیفه دار هستند یا اینکه کلانتر هستند، خانه خسر اجتماعشون میروند. دیگر همچنان که پدرش رئیس باشه اینم همچنان که رئیس باشه در اوجه رئیس هم خانه خودشو به حساب میکند و تا جایی که شنیدیم خشتمانشو بعضی هاشون لطوکوبا میکردستن. این ظالم دختر چون که هست پدرش ظالم هست، چون که از پدر مادری اون بگیم بی ادب هست بی اخلاق هست، این دختر همیشه کلون شده است. انا وقتی که دختر کم بغل خانه یک نفر دیگر می رود
بالا اون ظلم میکنن، چون که از بیچاره دیگر جای برگشت ندارد یا اینکه کمبغل هست، دیگر هر چیزی تحقیری که بخوان میکنن. استغفر الله، این کار درست نیست است. انا وقتی که اون دختری که مثلا که رئیس دختر بگیم، یعنی که کماندیر دختر، وقتی که در خانه ظالم کلانشدگی هست، وقتی که خانه شوهرش میراد، در اونجا باید همین خیلی اخلاق پدرش پیش میبرد، اخلاق مادرش پیش میبرد. خلاصه گپ گفتنی هست که مشکل از طرف میشد همش از روی جهل هست. باید پیش از اون که دختر به شوهر میدهیم، باید اون آداب و اخلاق بگیم شرعی را خاص یکم تربیت بدیم، آداب و اخلاق عادت هایی که در خانواده هستند، در خانواده خصوص اجتماعی اون را تربیت بدیم. و دیگر که از اون بچه‌ای که اون بزن میدهیم، پیش از اون که اون از احکام شریعت با خبر نباشد، از جمله از حیض و نفاس و از آداب زندگی و از آداب حتی که بگیم که از معناهای آیات قرآن به خبر نباشد، در زندگیشون خطای زیاد میشود. از جمله طلاق میشود، نسبت او تحقیر میشود و بگیم که سکونه او را جای به زندگی رو نمیده، تا ایدش برآمده، نه شوکه او را طعام رو نمیدهد، نفقه نمیکند. در این حالت همه خانواده گناهگار میشن، از جمله پدر و مادری که به اخلاق و به تربیت اون کلام کردن و بالاخره اون بگیم بزن دادن، یا اینکه شوهر مثلا دختر باشه به شوهر دادن. این حالات رو از هر دو طرف شدنش ممکن هست. بالاخره گفتنی هستیم که برادرها و پدرها و خواهرها و مادرها گفتنی هستیم که خانه شوهرتان خیلی خیلی با ادب باشد. با ادب باشین که خیلی خیلی وضعیت ها الان فتنه هایی که زیاد شدگی هست، از جمله طلاق و از جمله بگیم خانه ویرانی، همین کفایت است. و برادرها را گفتنی هستیم که نسبت همسرهاتون ظلم نکنید. اگر پدر مادرهای شما نمیفهمند، آنها را بفهمانید، ظلم نکنن که از روز قیامت از جمله ظالمی نخیزن. الله پاک همه ما شما را اصلاح بگرداند و اخلاق بهترین اخلاق همین در نصیب روزی همه ما شما بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.